خواهر عزیز، آیا میخواهی که در روز قیامت که روزی سختی و مشقت و پریشانی است و تو اختیار داده شود که از کدام در از درهای جنت که میخواهی داخل بهشت شوی؟ البته که این را هر فرد مسلمان میخواهد و آرزو میکند. پس این 4 عمل را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به تو توصیه کرده است انجام بده تا این اختیار را به دست آری. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه زن نمازهای 5گانه اش را بخواند و روزه ماه رمضان را بدارد و شرمگاهش را از زنا و فحشا نگاه دارد و شوهرش را اطاعت کند، با او گفته می شود که داخل بهشت شو از هر دری از درهای آن که می خواهی. روایت امام احمد. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست. ز ثروت سرکش و مغرور و مستیم، دل خود را به دنیا سخت بستیم، به ظاهر اسم ما